راز و رمز زیبایی، چگونه می توانیم زیباتر باشیم؟ راز و رمز زیبایی در عالم ماورا، جذب معنوی، از آنجا که بخش عظیمی از انسان و تفاوت اصلی انسان با دیگر موجودات مربوط به روح، ماورا و آگاهی است و این سه رأس مثلث انسانی است که مانند نوری است در میان تاریکی. هر کس آن سه را در سد اعلای خود داشته باشد، در میان خلایق مثل خورشید خواهد درخشید، در همه حال، جذب، قدرت، شهرت، چنانچه ناخودآگاه همه جذب آن شخص شوند بیان که درک کنند چرا و برای چه. انجام دهید روز سه‌شنبه در حالی که خود را آراسته اید، در مقابل خود کاسه آب بگذارید و سپس طلسم را کتابت کنید و در کاسه آب بزنید و با آن خود را بشویید. مانند گوهری خواهید شد در میان خلایق، به هیچ کس تاب و مقابله و یارای مقابله با شما را نخواهد داشت.